جناب آقای رئیسی، شما دلیل اعدام شمار بالای اعدامیان در بلوچستان را در چی می‌بینید و اهداف پشت پرده آن را در چی می‌بینید؟ ببینید، به نظر من حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده که ملت بلوچ رو به عنوان قاچاقچی، تروریست و قاتل حتی معرفی بکنه. اینو ما در فیلم هاشون دیدیم، در سریال هاشون دیدیم. رفتاری که مقامات حاکمیت با ملت بلوچ داشتند، نحوه به هر حال استخدامی ها در ادارات، اینکه تا حالا ما نتونستیم در بلوچستان یک استاندار بلوچ مثلا داشته باشیم. این نوع رفتاری که حاکمیت با ملت بلوچ داشته، همواره تلاش داشته که ملت بلوچ رو به عنوان قاچاقچی و تروریست معرفی کنه. اعدام‌های دست جمعی هم که الان در حال انجام دادن هست، در واقع در راستای همون سیاست یکسانسازی ملی میدونم که داره تلاش میکنه که هویت بلوچ رو حذف بکنه و این البته خودش باز مغایر با قوانین بین المللی هست که حذف هویت ها، حذف زبان، حذف به هر حال مللی که در اقلیت هستند خودش یک نوع نقض حقوق بشری است که از طرف جامعه بین الملل به اون پرداخته شده، در قوانین بین المللی به اون اشاره شده و تلاش حاکمیت برای انجام این در واقع اعدام ها تلاشی بوده که کوشش کرده که به همیشه اون وجهه و اون نوع نگاهی که خودش نسبت به مردم بلوچ داره در کل ایران و همه مردمی که در ایران هستند، در جغرافیای ایران زندگی میکنن، نسبت به بلوچ رو اون حس رو، اون نگاه رو ایجاد بکنه.